و شکل درستی تلفظ حرف را که یعنی همون با صفت خودش، یعنی که یک لرزش أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما درباره صفت حرف را درست را بفهمانم انشالله. صفت حرف را تکریر است. تکریر در لغت تکرار و برگشت چیزی را گویند و در اصطلاح علم تجوید لرزه و برگشت مکرری سطح زبان برای تکرار حرف را تکریر گویند. به عبارت دیگر وقتی که زبان هنگام تلفظ را لرزش پیدا می کند صفت تکریر به وجود می آید. یعنی وقتی که ما را تلفظ می کنیم هن هنگام نوک زبان با یک لرزش ضعیف، یعنی لرزش ضعیف به وجود می آید. یعنی همون نوک زبان ما بسیار ضعیف، یعنی می لرزد که بعد صفت تکریر به وجود می آید. اما بسیار ضعیف که یعنی معلوم نمی شود و این به اختیار ما نیست، یعنی این رو ما قصدن نمی کنیم و اینجا توجه را می خونیم. هدف از دانستن تکریر قصدن تکرار حرف را نبوده، بلکه ما باید از ادامه تکرار این حرف پیشگیری کنیم. یعنی هدف از اون دانستن تکریر، یعنی همون لرزش که پیدا میشه در نوک زبان، آن نبوده است که مقصد ما قصدن را چکار کنیم؟ تکرار کنیم، بلکه ما باید از تکرارش پیشگیری کنیم. الان من برای شما در سر میفهمم انشالله. در اینجا نگاه کنین، وقتی که ما را تلفظ میکنیم بعضی هستن که زبان را به این شکل میکنن، یعنی در مخرج حرفی را نمیبرن، به همین شکل میکننش و تلفظ حرفی را خطا میبرید. در اینجا نگاه کنید، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. من زبانم را به همین شکل کردم که نگاه کنین تلفظ حرف را مثل که من دیگر کردم و این خطای اول. خب این خطای دوم، وقتی که من زبان را در بالا، یعنی در کام، در مخرج حرف را کاملا همه جایش را چسباندم و این از همان هدفی است که در کتاب گفته شدگی است. از هدف از دانستن تکریر قصدن تکرار حرف را نبوده، بلکه ما باید از ادامه تکرار این حرف پیشگیری کنیم. اما وقتی که ما زبان را به این شکل میکنیم آن وقت قصدن ما را چکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. یعنی چی طور؟ الرحمن الرحیم. دیدن را مثل که در کام رسیده میشه پایان میشد، باز رسیده میشد پایان میشد. ما چند بار را میگوییم. این همی قصدن تکرار کردن حرف را هست که این خطا است. و شکل درستی تلفظ حرف را که یعنی همون با صفت خودش، یعنی که یک لرزش ضعیفی که یعنی معلوم نمی شود به وجود می آید، به این شکل است که ما چی کار میکنیم؟ یا کنین همین نوک زبان، یعنی ما بین زبان به همین شکل یعنی کمی باز می باشد که صدا از آنجا می براید، یعنی همون هوایی که از دهان می براید از همین مابین زبان چیکار میکند؟ خارج میشود. خب و سبب لرزشی که همون لرزش ضعیفی که در نوک زبان به وجود می آید سببش هم همینجا است. همین نوک زبان است، یعنی که مابین زبان به همین شکل باز می باشد و از سبب همین تنگی که هوا می براید به سبب همین تنگی نوک زبان کمی به لرزش می آید.
نیا کنین شکل درستش این طور است. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. دیدین یک خودش لرزش ضعیفی به وجود می آید که به اختیار ما نیست و معلوم نمی شود. و آن دو حالت را که گفتم این خطا است که یکی است که کاملا مخرج حرف را دیگر میکند و دیگر که را چند بار تکرار میکند و شکل درستش این است و این شکل است که ما بین زبان کمی جا می باشد به همین شکل که وقتی که ما را تلفظ می شود از همین جای تنگ هوا می براید، به همین خاطر نوک زبان کمی به لرزش می آید و صفت تکریر به وجود می آید. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. و یک چیز دیگر که این اکثریت که یعنی را تکرار یعنی میکنن، این فقط در حالت است که را تفخیم است، یعنی با زبر و با حرکت پیش هستند. با حرکت زیر هیچ وقت یعنی تکریر یعنی تکرار کرده نمی شود. همه وقت کسایی که خطا میکنن در وقتی که را تفخیم هستند، هان انگام را یعنی چیکار میکنن؟ قصدن تکرار میکنن که من مثال رو برای شما فهموندم. و اکثر حالت در هنگامی که حرف را مشدد باشه یعنی تشدید داشته باشد، هان انگام قصدن یعنی تکرار میکنن، یعنی ار میگن. اما درستش همین است که ما قصدن باید را تکرار نکنیم. الرحمن الرحمن الرحمن. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.